السلام علیکم دوستان عزیز. زنده سلامت خانه با سربلند باشین. سال 2019 در چچنیه هم خشم گفتگی بود، تهمت کردگی بود. دو تا تهمت کردگی بود. یک تا تهمتش این بود که گفت که تو فوحش خطی چشم میگیری. بود این تهمتش سالی نو بود، 31 دکتر بود. آخرین سال 2018 19 بود. مادر مکتب دختر چند قطعی اومده بودیم سالی نو داد جشن گیری داشتن. بعد زنی دیمی همو خشم مونده تا زن داشت. زنی یکمش بگونه بود، زنی دیمش دختری خالش بود. اما زنی دیمش رقم تلفن برای همشهری وحدتی یافته رقم تلفن کرد. اپای فیزیوداگی جویم که مادر مکتبم مرا بو شوهر مای خانه پیش کرده کودکی مایده قدی. ما گفتم روزمو تمام شد پرازین میبیم. تمام شد با اومدیم کودک قدی درم بیارم خوشا کش یخ کدش شده کپ کپ شده کودکی بیچاره. در آوردیم پوچوشو گرم قدی گرم کردیم. تمام داشتم در خانه خرونی شونه. بعد گفتم خیلی مرا خانه پیش کرد. بعد شب شید شب در شوش آمد در تریز در زد در تق تق داره تریز در تق تق داره دو کودکی مایده دختر چه مایده سینفیده میخوام بله سینفیده گذاشته 7 ساله 6 ساله فهم کرده 7 ساله 8 ساله ولی 7 ساله نشده بوده بله بعد میدونی چیکار کرد میگه که چیز من میدارم شورا میکشم میرم در ترا میشینم رنگ نمی تهدید کنی جیم برین من شورا میکشم میبرم در ترا میشینم من گفتم برای چی تو فویشه زنی مرا فویشه میکنی بعد زنش گفتم که را قد شوهرت خیلی مسئله شویته به سر تر اومده زنش خیلی روی کدوم قد شوهرش مسئله که مسئله توش نپخت اومد درم میگم پوشم پوش دبانی در مونده پوتا بگی میگم میگه نمیگم پوما پوتا بگی میگم شوای ما رو به حالمون پگاه روز شباب یا قد زن گاز نخرد زن نمیخواد گاز زدن نگرفت پوشه بعد پرومادم همسایه رو فرد کردم همسایه اومدن گرفتن چیکار بکنیم مردک اومده ما رو نمیمونه خوره زنش گرفته اومده زنش نمیخواد قدش گاز زدن ما رو تهدید کرده که من شما رو میکشم میرم دفتر میشم چه این سال گرفتن خیلی ایده کتیفش دادر یک مش شات زده ایده بیارش کردن پگاش بستری مورا ملیسا آورد تهمت میدونید چی تهمت کرد سری ما زنش انا میزنه قطعی زنم گفت چی نوتبوکی من قطعی پاسپورت های ما دزدیدن پلیسیا اومد یک مردک قد بلند یک از اومد چه و گفت هم گپ شروع شد من گفتم خب کوین کوارتیر مورا یو این گفتم نوتبوش قطعی دکمنتش گفتم مرحمت نگو کوارتیر شما نمیکنیم دکمنتاتون گفت صد زمان گفتم هوا دکمنتاتون گفت بیارین کنی بین прописка регистрация دارین دکمنتو وارن گفت بالا столом دکمنتاتو گفت که полиция либо میبینیم و زنش فرق زنش بود درسته نمیدونه با ما ترجمون بین زنش بین اون مرد او زن میگه که مرا جواب متیه با من میگم نوتبوکش قدی دکمنتش در جای او زنش نوتبوکی شوهرش قدی دکمنتش در خانه شون بجا کرده بوده اومدین زنش شما را کچکیسیان ما تام کیسن که در خانه ما باشه نوتبوک با امروی چی میگن دکمنتش او میگه که پول دادم خدمت در سر خریدم میره اون جو کردم به خدمت دردی سر اومده کرد یکی هم خیلی بعد پلیس یه زنش گفت که من جواب متیه با ما میگم قدی دکمنتش دیگه جای تا پلیس گفت خیلی زنش میگیریم میریم زنش گرفتن بردن گشت اومدن پلیس طرف من گفت که این بچه خودش دکمنتش چطور بوده گفت ما ادله نمیبریم برو خبر تلفنش پلیس مرا داد گفت که کسی شما غم داد مینه مرا زنگ بزنین گفت هیچ کس نباید شما را چیکنه بعد گفتم دکمنتتون مرا پرایکن نمیکنه گفت که نه گفت 100% باشه نمیبینید دکمنتتون شما هیچ کس باید که از ازار نتیه گفت شما کی هستی من گفتم دختر چند قدیم تیمبول گوش زن دختر گفت در چچنیه گفت ما هم چون امونه نگاه میداریم این رقم تلفنی من یا اون کس شما را اگر ازار داد یا چی گفت مرا زنگ بزنین چهکر دیگه چه شد ما رو تهمت کرد که شما چی هستین زیدین نوتبوک مرا با همراهی چی میگن دکمنتوی من در خانه خودش بوده زنش گرفته بجا کرده بوده در خانه خودش ما رو تهمت کرده تمام ماموری زنش گوش کرد با شب اومد که شما رو میکشم میرم در ترمه میشینم کودک را ترساند چاه کرد زیر چاه شد خب لایک подписаться و поделиться فراموش نکنیم